السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جماعت المسلمین، در مسکو جوان آمدگن از روی شهوترانی زن دویو میگیرن، نکاح میکنن، یک ماه دو ماه استفاده میکنن، دیگه اونا باردار میکنن، بچه دار میکنن، دیگه سراغش نمیکنن، میپرتوینش در شهر مسکو، در کوچه های مسکو سرگردانه. بعد او ماده زنگ میزنن که من برای فلانی گرفت و فلانی بدبخت مرا مبین راه کرد، این بدبخت مرا فهم کرد و چند مدت استفاده کرد، اینه مرا صاحب فرزند کرد و پرتافته برفته، مرا صاحب خانه امروز مسکو بیرون کرد، پول ندارم که کوارتیره پولی بتم، پول ندارم که خرج مخرج ما بتم، چیکار کنم؟ گفته گریه میکنم. بعد یا میگن آخه ما خیلی یاردم کنیم. بسیار شده همین مولای صاحب هم خیلی جوانایی که زنها دخترها رو فهم کردن بسیار شده. ای جوانی که او زن میگیری در مسکو و شهوترانی میکنی و می اندازیش دور، از خدا بترس. مفهوم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فردا روز قیامت هر کسی که عدالت نمیکنه بین زنهاش، از قبر وقتی که بلند میشه وقت یک طرفش فلجه، قاقای خش شدگیه. خدا بترس از اون روز. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه اینا الینا ایابهم ثم اینا علینا حسابهم. بازگشت شما همتون به سوی من است، حساب کتاب شما در دست من است. فردا از این نعمتایی که شما را عطا کردم میپرسم. در سوره الحاق میگه ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. از اون نعمتایی که شما را عطا کردم از یکی اون سراغ میکنم. زن یکی از نعمتهای بزرگه که بعضیا گفتن نعمت الله جانه. این نعمت الله جانه که خدا عطا کرد. چند مدت شهوترانی کردی، چند مدتی از اون استفاده کردی، از خدا بترس. او را نگاه که سرپرستی که زن بنیتی میگیری که سنت رسول خدا هست، دستور پروردگاره که تو 4 تا را بگیرین و رحمدلی کردی، خدا ترسی کردی، یک پرشکسته و یک ضعیفه، یک دختری ناتوان گرفتی، صاحب خانه کردی، فرزنددارش کردی، فرزنداش تربیت کردی، یک شخصیت در جامعه تربیت کردی. الله سبحانه و تعالی به خاطر همین عملای نیکت شاید ببخشد که انسان ما و شما در گناه غرقیم. انسان از کلمه نسیان گرفته فراموشکار، خطاکاره. هر چی باشه انسان از اون اشتباه خطای سر میزنه، گناهی میکنیم، گناهی چشم میکنیم، غیبت میکنیم، تهمت میشنویم. باید همه ای را جبران کردن و همه ای را بپوشانیم. ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی‌ها بدی‌ها را میپوشانند. یک پرشکسته را نکاح کردی، او را الهی بد گرداندی، سرپرستیش کردی، صاحب خانه‌اش کردی، الحمدلله مال زیاد میشه، برکت میابی، عزت میابی. واقعا مردی نر همون مردی که 2-3 تا زن تربیت کنه، 2-3 تا زن خرج مخرج چابته، او را صاحب خانه کنه، او را فرزنددار شوه که این مردک هم میمورد فرزند او را نگاه کنه. خوش به حال هم مردکایی که با ننگ و با ناموس خدا مالشون ایده زیاد کنه. خدا پروردگار عزتشون بده. خداوند کریم پروردگار اینقدر مالش زیاد کنه که با زن بگیرن. زن به انواع حلاله، نه اینکه بدبختایی که زن میگیرن چند مدت استفاده میکنن. آیا تو خواهر نداری؟ آیا تو دختر نداری؟ آیا تو اپا نداری؟ اپا و خواهر و دختری تو را کار کنن، تو چخیل ناراحت میشه. از خدا بترس. دعای مظلوم میگیره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که نزد خدا 3 دعا رد نمیشه، یکی دعای مظلوم، یکی دعای والدین، یکی دعای مسافر. دعای مظلوم چپت میکنه، دعای مظلوم خار ذلیل میشه در همین دنیا. در یک کاری میافتی که زندانی میشه اگر حقی او را ندادی. او مظلومی بیچاره را، او پرشکسته را مبین ره کردی، هیچ خدا جواب میده. در همین دنیا جواب میده، در آخرت هم. پس عزیزان من دعا کنیم خداوند کریم پروردگار کسانی که زن دویو میگیرن، سه میگیرن، توفیق شون بده که حقی او را ادا کنن و عدالت پیشه کنن. خداوند در دنیا و آخرت سربلند شون کنن و روز محشر نامه اعمالشون را به دست سیراسشون عطا کنه و خندان